قربانی حجاج، این مسئله بسیار جنجالی است. قربانی حجاج در واتساپ هم بسیار حجاج که در تماس هستن. الحمدلله امسال فکر کنم حکومت سعودی اعلان کرده بود که کس سر به خود قربانی نمیتانه، پول باید به دولت تسلیم کنه، دولت میفهمه کارش. مسئله بسیار جنجالی شد، پایین شد، بالا شد. این موضوع اصل موضوع را خب باید ما بگویم بعد از اون میم سر از این موضوع که حجاج ما که میرن ایره حج تمتع میگن. اول یک عمره میکنن، باز بعد از عمره از مکه معظمه احرام بسته کرده به حج میرن. زمانی که یک کس حج تمتع کرد باز یک دم شکرانه میگن. در آخر بعد از جمره عقبه فرض است، روز اول عید جمره عقبه را که زدن دیجا باید قربانی شوه. تا که قربانی نشده این سر خود حلق کرده نمیتانه و از احرام حج از برآمده نمیتانه. زمانی از احرام میبرایا که قربانی خود ذبح کنه، دیجا قربانی میشه. این از جمله فرایض و لوازم است. ای دم شکرانه گفته بودن که این سر به خود کس نمیتانه، پولش باید جمع کنن. بالاخره در افغانستان با مفتیا گپ رسید و این طرف و طرف فکر کنم امیرالمومنین صاحب یک دارالافتاء فتوا داد که امی حجاج افغانستان 3 روز پیش از ایام حج اوجا روزه بگیرن، با زمانی که به وطن خود آمدن 7 روز بازیجا بگیرن. مجموع میشه چند روز؟ 10 روز روزه بگیرن بجای قربانی. در قرآن هم میآید زمانی که یک انسان نمیتانست قربانی، توان قربانی نداشت، برای از 10 روز روزه گرفتن، 3 روز در اوجا و 7 روز هم در وطن. اینمی مسئله را برای از حجاج گفته بودن. از طرف امارت اسلامی فتوی شرعی بود که علی عذر است، حکومت سعودی خوبی از معلوم دار است نمیکنه قربانی. او در قصه ازی گپا، او در قصه گپای کلان نیست، در قصه کلان گپا نیست. این خوب بسیار ای برش نسوارش هم نیست، پیسه را جمع میکنه و قربانی نمیکنه. خو او روز به ما یک کس گفت که علی حکومت سعودی فهمیده که مردم سر ما اعتماد نمیکنن و هم خود میفهمن که ما اعتبار خود از دست دادیم که می مردم عام ما را نماینده اسلام فکر نمیکنن. صحیح میگه حکومت سعودی گفت که در هر 100 نفر حجاج یک نماینده به ما روان کنین که ما در پیشروی ازی چی کنیم؟ قربانی بکنیم. حال موضوع به این طور است، اگر یقینی قربانی را حلال میکنن و یک نماینده را میطلبن، در پیشروی نماینده قربانی ذبح میشه، خب باز دیگر را نیز غیر از امی قربانی ضرور هست که حجاج ای قربانی دم شکر خدا بکنن. و اگر باز هم معلوم نبود یا خیانتش معلوم شد، پس اونمو روزه 3 روز اکثر دوستا گرفتن و 7 روز دیگه باز در مملکت خود بگیرن، امو کفایت میکنه، امو روزه کفایت میکنه. و اگر میشد امکان داشت یگان دوستا دارن اوجا، یگان فامیلا هست اوجا، قربانی میشد قربانی بکنن. اگر امکان نبود دیگه هیچ راه وجود نداشت، باز در او صورت روزه جای قربانی را میگیره. و یک مسئله دیگه یاد داشته باشیم، بعضی دوستا میگن که ما قربانی را در وطن میکنیم، با بچه خود تلفن میکنن. نه، این دم شکرانه این دم جای محل خود داره، در مکه معظمه میشه، در دیگه جای نمیشه که حجاج به وطن تلفن کنن که در جای ما دم شکرانه بکنن. دم شکرانه در اونموجه میشه، اینجا نمیشه. میمانم مسئله قربانی وجوبی که ما شما میکنیم بر حجاج، آنها اکثر مسافر هستند و برای مسافر پیشترم گفتم که قربانی لازم نیست. خو اگر پول داشت و شوق داشت و علاقه داشت و باز میشه که در وطن قربانی بگیره، با اولادای خود تماس گرفته و یا قربانی اینمیجه بر شوا. خو ما دم شکرانه در اینجا نمیشه، دم شکرانه باید اونموجه شوا. خلاصه ای که اگر امکان داشت دم شکرانه اوجا بکنن، اگر امکان نداشت امون روزه برشان کفایت بکنه. پروردگار حج تمام دوستا را قبول بگرداند. دعاهایی که در عرفات و در دیگر مناسک ادا میکنن، دعا میکنن، الله دعاهایشان در حق کل اهل اسلام
خصوصا در حق وطن عزیز ما الله دعایش قبول بگرداند.